دستگیری 16 پناهجوی افغان در ساکاریا. فرمانداری ساکاریا میگوید روز گذشته طی گشتنی پلیس در پارک شاپ، پلیس به چند تاکسی مشکوک شده و آن را تعقیب کردند. پس از متوقف کردن تاکسی، در نتیجه بازرسی‌های انجام شده، در اطراف محل انتظار تاکسی‌ها 16 تبع افغانستان و 3 سازماندهنده دستگیر و تاکسی‌ها توقیف شدند. تشریفات لازم برای اخراج مهاجرین غیرقانونی و اقدامات قضایی برای سازماندهندگان آغاز شده است.